محرم درانی مرحله آموزشی خویش در رادیو آزادی را اینجا سپری می‌کرد. قرار بود در 15 ماه می او رسما به عنوان تهیه کننده برنامه زنان در رادیو آزادی مقرر شود، اما حمله انتحاری صبح دوشنبه او را از این امیدش باز داشت. محرم درانی محصل سال سوم پاهنزی شرعیات پوهنتون کابل بود. اینجا اقارب محرم در سوگ وی نشستند. برادر باز میام خیره بغل میکرد، ناز میداد، حال نازی از اون. پدر درانی میگوید محرم خود را پسر وی خطاب میکرد و میگفت پدر تو نگران نباش، من هستم. ما ایمان سرش داشتم، ایمان داشت. هیچ تو نبوده که ای با خودم یا آخر وقتی برای خود یک چپن ایجاب دیگه جور کرده بود که آقای چپن، همون چپن قطعی رفت. در هر کاری دست میکرد. در خانه می آمد کار خانه را باز می آن گفت آقا جان ما را دعا بده، ما دعا کردیم برای. با گفته خانواده محرم درانی او یک مبلغ دین اسلام نیز بود. رهبری رادیو آزادی کشته شدن وی را زایی بزرگ می‌خوانند. اینا تقریبا در حدود یک هفته میشد که با رادیو آزادی پیوسته بدن. بسیار مدت کمی با اینا تجربه کاری داشتیم. البته پیش از استخدام از اونا مصاحبه با اونا داشتیم. یک دختر مسلمان افغان متدین بودن و آرزو داشتیم که با ایشان کار کنیم و برنامه زنان که در رادیو آزادی تهیه میشد باید اونا را با پیش میبردن، اما متاسفانه خودشان به روز دوشنبه هنگامی که از خانه به طرف دفتر می آمدن انفجار اولی با شهادت می رسند. محرم درانی 22 سال داشت و ازدواج نکرده بود. او چندی قبل به پدرش گفته بود که اگر ازدواج کند از خدمت به مردمش باز خواهد ماند.